چقدر فکر میکنید که اسرائیل و آمریکا اهدافشون برای ایران یکی هست؟ یعنی خب ما شاهد این بودیم که دونالد ترامپ گفته که تغییر رژیم رو انجام داده. آیا اسرائیل هم همینطوره یک نفر رو از داخل حکومت میخواد که بر سر کار بیاره، یا اینکه هدفش نابودی جمهوری اسلامی، براندازی و تغییر کامل رژیم؟ من فکر میکنم این حمله‌ای که علیه ایران به عمل آورد خیلی از ایرانی‌ها رو به سمت حکومت آورد. هرچی باشه به هر حال یک نیروی خارجی به ایران حمله کرده که خواسته نفت ما رو ببرن، درست مثل دوران مصدق. هدف واقعی این کارزار این بود که تا حد ممکن بین ایران و یک سلاح هسته‌ای فاصله بذاریم. هدف این بود که بتونیم یه جورایی اون 400 کیلوگرم مواد غنی شده اورانیومی رو از دست ایران در بیاریم. ما به این هدف نرسیدیم. اگه شما قبل از جنگ به وضعیت نگاه بکنیم و مقایسش بکنیم با الان، میبینید که به لحاظ راهبردی بسیار الان وضعیت بدتر شده. الان ما یک مشکل در تنگه هرمز داریم. شما اگر خودتون بپرسین به لحاظ راهبردی هدف چی بود از این جنگ، ما چی از این جنگ به دست آوردیم، اگر از من بپرسین اون اهداف اشتباه تعیین شدن یا اینکه اصلا دست نیافتنی بودن یا ما بهش دست نیافتیم. ما الان در وضعیتی هستیم که بسیار بدتر از وضعیت قبل از جنگ هست. مردم آمریکا از این جنگ دل خوشی ندارند. این جنگ براشون خرج برداشته، قیمت همه چی رو بالا برده، از جمله قیمت بنزین، قیمت همه چی. بر همین در تحلیل نهایی اگه دونالد ترامپ بخواد واقعا از این انتخابات میان دوره آمریکا در آبان ماه سربلند بیرون بیاد و اگه نخواد که کنگره آمریکا او رو تا 2 ماه بعدش استیضاح بکنه، باید هر جور شده این جنگ رو پایان بده و اگه بخواد جنگ رو پایان بده باید نسبت به ایرانیان انعطاف نشون بده.